امروز اومدیم با قول تکنولوژی نیسان، یعنی نیسان آریا. با جلوی ماشین شروع میکنیم بچه ها. سوپر کریستال تمام چراغ‌های جلو و 16 تا LED توی هر کدوم کار شده. نوار دیلایتش، یه لامپای کوچیک اینجا قرار داده شده برای زمانی که شما فرمون رو به سمت چپ یا راست میچرخونین دید بهتر برای شما ایجاد میکنه در شب. جلو پنجره تمام 3D و آرم جذاب نیسان که با LED میدرخشه. و اما عقب ماشین از جلوش هم جذاب‌تره. یه شیپ خیلی خوشگل داده، یه اسپویلر خیلی اسپورت و شیک اینجا قرار گرفته. چراغای عقب LED یک دست، 3 بعدی آرم نیسان داخلش قرار گرفته و این سری ایولو پلاس 2 موتوره با یک باتری بزرگ. بریم که یه نگاهی هم داخل فضای صندوق این ماشین بکنیم. آقا صندوق عقب این ماشین 466 لیتر فضا به شما میده. بچه‌ها نمای داخلی این ماشین از همیشه جذاب‌تر شده. همه صندلی‌های این ماشین با چرم و جیر دیزاین شده. صندلی‌های جلو کامل برقی هستن. این ماشین 5 تا گرمکن به شما میده. گرمکن صندلی‌های جلو، صندلی‌های عقب و حتی گرمکن فرمون. سیستم صوتی بوس با این ماشین میاد با 12 تا اسپیکر. بچه‌ها 4 تا پورت USB، 2 تا جلو 2 تا عقب به ما ارائه میده با هولدر برای نگه داشتن گوشی. جلوی ماشین 2 تا استوریج به ما میده، یعنی علاوه بر داشبورد یه استوریج کوچیکم کنار دست راننده میذاره که روی نسخه پلاتینیومش این استوریج به صورت الکتریک واز و بس میشه. فضای کافی جلوی پا هم برای سرنشینای جلو و هم برای سرنشینای عقب در نظر گرفته شده. یکی از جذاب‌ترین آپشنایی که با آریا میاد اینه که کنسول وسط به صورت الکتریک قابل حرکته و روی کنسول ما 2 تا جالیوانی داریم. حالتهای درایو مود داریم. استپ ماشین هست و روی نسخه فولش دکمه اتو پارک هست، شارژر وایرلس و یه فضایی پشت شارژر برای گذاشتن وسایل خورده‌ریز. جدیدترین دیزاین نیسان روی نیسان آریا معرفی شده که میبینید به کلی فرمون تغییر کرده. 2 تا مانیتور 12 اینچی به صورت یک دست پشت فرمون قرار گرفته. هداب دیسپلی 8 اینچی رو به ما ارائه میده و یک نوار چوبی یک دست روی داشبورد که سیستم ایر کاندیشن هم به صورت تاچ از روی این نوار قابل تنظیم هست. بچه‌ها فضای عقب این ماشین هم مثل جلوی ماشین فوق‌العاده جادار. جلو پاها رو شما ببین چقدر فضا هست اینجا. کاملا تخته، هیچ چیز اضافه‌ای وجود نداره، همه چیز در دسترسه. گرمکن صندلی‌های عقب، پورت‌های شارژر برای سرنشینای عقب هم وجود داره. برای اطلاع از قیمت‌ها و تست درایو این ماشین لطفاً با من تماس بگیرید. این ویدیو رو هم بفرستید واسه کسایی که دنبال ماشینن.